هستیم. جوان میتونه بی تفاوت بمانه؟ حمله دشمن به ما یک امری است طبیعی. هیچ لازم نیست که ما دستگاه‌های ویژه‌ای داشته باشیم که از اعماق کارهای اونها برای ما خبر آورده باشن، که البته خبرهای ویژه هم داریم، اینجور هم نیست که نداشته باشیم. اما اگر اون خبرها رو هم نداشتیم، خیلی واضحه، خیلی منطقی و طبیعی است که دشمن علیه ما توطئه کنه. حالا یه عده‌ای میان میگن آقا توهم توطئه، شما رو به خدا فکرشو بکن. توی دانشگاه کشور، تو محیط روشنفکری کشور، یک انسانی خجالت نکشه بیاد بگه اونی که میگن توطئه این توهمه. نخیر، دشمن علیه ما توطئه نمیکنه، آمریکا علیه ما توطئه نمیکنه. گفت مادر من ببین چه اشتباه میکنه، به خیالش که گربه هم لولوست. آمریکایی‌های به این نازنینی. در دوره جنگ تحمیلی شخصیت‌های متعددی هی می آمدن ایران می رفتن. یکی از شخصیت‌هایی که من یادم از اون نمیره احمد سکوتوره است. احمد سکوتوره رئیس جمهور کشور کناکری بود، گینه کناکری در غرب آفریقا. یکی از شخصیت‌های برجسته آفریقا بود، خیلی محترم بود در آفریقا. همون کسی بود که وقتی که قوام نکرومه، البته اینا رو شما یادتون نیست، نبودید اون وقت در دنیا، متاسفانه جوانای ما مطالعات تاریخی سیاسیشون هم ضعیفه. اینا رو باید شما خیلی مطالعه کنید بدونید. کشور غنا در غرب آفریقا انقلاب شد، یک شخصیت آفریقایی خیلی برجسته‌ای به نام قوام نکرومه آمد سر کار. بعد علیهش توطئه شد، مرتب توطئه های غربی و آمریکایی و غیر آمریکایی و اینها بود علیهش. در یکی از سفرهای خارجی که قوام نکرومه کرد، در غیاب او یک کودتای دست راستی، کودتای غربی در کشور غنا راه انداختن که او دیگه مجبور شد نیاد کشور. وقتی که نیامد، همین احمد سکوتوره دعوت کرد از قوام نکرومه، گفت بیا به کشور من و تو رئیس جمهور کشور من باش. یه چنین شخصیتی قوام نکرومه رو آورد به کشور خودش. یه شخصیت خیلی برجسته‌ای بود تو آفریقا در زمان ریاست جمهوری ما و اون دوره‌ای که بنده در سیاست خارجی به طور اجرایی و عملی فعال بودم. کمتر شخصیتی رو من دیدم در رجال سیاسی دنیا به قوت شخصیت این آقا احمد سکوتوره. چند بار آمد ایران، 3 مرتبه تقریبا آمد ایران. البته آمده بود برای میانجیگری جنگ، خواسته بودن، فشار آورده بودن، مجبورش کرده بودن. لکن در دیدارهای خصوصی تو اتومبیل در رفت آمد حرفهای خوبی زد. از جمله حرفهایی که زد این بود، گفت اگر بعد از انقلاب به شما حمله نمیشد، حمله نظامی نمیشد، من تعجب میکردم. گفت تعجبی نداره که به شما حمله کردن. حالا آمده بود میانجیگری ها. تصریح میکرد، میگفتش که حمله عراق علیه شما سازمان یافته، از پیش طراحی شده و کار بین المللی است، نه کار کشور عراق. راستم میگفت، همینم بود، طبیعی بود. خب حمله نظامی کردن، به خیالشون قضایا تمام میشه، نشد. محاصره اقتصادی کردن، نشد. این 22 سال مرتب دارن